سلام دوستان، امروز میخوام در مورد یک فرمول نوشتن جمله به زبان انگلیسی صحبت کنم که در واقع 90% جملات زبان انگلیسی به این شکل میتونه نوشته بشه. این فرمول هست که 6 تا عنصر داره: who, what, whom, how, where, when. مثل این دست من: who, what, whom, how, where, when. به همین ترتیب، یعنی چه کسی چه میکند، نسبت به چه کسی یا چه چیزی، چگونه، کجا و چرا. با یاد گرفتن این فرمول شما هر جمله‌ای که بخواید میتونید با اینا بنویسید و درستش کنید. قسمت اول who میشه subject که میشه نهاد جمله. قسمت دوم میشه predicate یا گزاره جمله و گزاره قسمت اصلی گزاره what یا verbش هستش. بنابراین با داشتن از این 6 عنصر، 2 عنصرش جمله تشکیل میشه، نهایتش با این 4 عنصر پر میشه. و همونطور که نگاه میکنید این جمله هست: Tom drove his car slowly in town yesterday. و در فارسی میتونه این حالت به این حالت برگرده، verb بره آخر. در فارسی verb میاد آخر جمله. بنابراین میشه Tom دیروز توی شهر با ماشینش توی شهر آهسته رانندگی کرد. این رانندگی کرد drove در اینجا در فارسی آخرین قسمت میشه. یعنی در انگلیسی قسمت دوم از اون فرمول بالاست و در انگلیسی در فارسی برمیگرده به قسمت آخر جمله. یعنی ما همیشه فعل رو در جملات نوشتاری آخر جمله میذاریم. رانندگی کرد. هر جمله دیگه هم که خواستید بنویسید با این فرمول میتونید بنویسید. نهایتاً ممکن یکی از اینها کم بشه.